پیامبر اصفهانی بوده. این ویدیو نه تروله، نه جوکه، نه شوخیه. یه لحظه گوش کن به این شجره نامه حضرت محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن، همینطوری میاد اینا رو که کاری نداره. میرسیم به اینجا، قینان ابن انوش ابن شیس ابن آدمو که همه میشناسیم، اولین انسانی که خلق شد. اما شیس کیه؟ شیس پسر آدم و حوا، پسر سوم آدم و حوا. بعد اینکه هابیل قابیل رو میکشه یا قابیل هابیل رو میکشه، یادم نمیاد کدوم رو میکشه، بعد اینکه اونا همو میکشن شیس متولد میشه و اما پسرش انوش. آستان مقدس حضرت انوش ابن شیس ابن آدم همکنون در استان اصفهان و شهر قهدریجان واقع شده. و این تموم نمیشه، اینجا تموم نمیشه، میرسیم به قینان یا کنعان. مزار این پیامبر در محله قینان اصفهان، خیابان خاقانی، مسجد مهدویه قرار دارد. پیامبر اصفهانی بوده.